سلام، خوش اومدید به کانال گیم پلی مهدی. حالا من اومدم ترکیبی که روی دست دارم به شما نشون بدم. وقتی که میبینید که 14 دقیقه گذشته، اینجا ترکیب رو بهتون نشون میدم که یک گیم پلی توی دریم لیگ داشته باشیم. توی دریم لیگ 2025 حالا یک نگاه میندازیم به آمارای بازیکن‌ها: هالند، نیمار، دیبروینه، مسی. حالا من سریع رد میکنم: مودریچ، والورده، جو کانسلو، فنداک و بازیکنایی که دیگه داریم مشاهده میکنیم که من میخوام براتون گیم بزنم با این ترکیب، با روبن دیاز و اشرف حکیمی. کورتوا فیکس های ترکیب ما هستند. حالا ما میریم برای شما این گیم پلی جذاب بگیریم و ممنون میشم ما رو دنبال کنید و ساب کنین کانال ما رو. ممنون میشم. الان من ببینم به کی میخوریم. ویدیو رو من نگه داشتم که ببینیم به کی میخوریم و همون کسی که با همون بازی میکنه توی لیگ هفته آنلاین کیه. چند قواسیم. حالا اینجا بهمون یک تیم عالی میخوره که فول طلاییه. Todos esperam ver um bom jogo de futebol. Eles vão atacar com um esquema 4-3-3. Essa é a escalação do time visitante. Recuou para o goleiro. اینجا تا صدای موسیقی رو کم کنم و گزارشگر بریم برای بازی. این ور پاس عالی، نه اشتباه کرد. این ور یک پاس میگیره. این ترکیب تازه اومده تو دستم. اگر کانال ما رو توی روبیکا داشته باشین، جا ما خرید و فروش اکانت، گل اولو چی الکی بهمون زد؟ ویکتور اوسیمه. کانال خرید فروش ما هم ندارین، لطفاً اونجا هم دنبالمون کنین. اینترنت ایران خیلی خوبه. اینترنت ایران اصلا عالیه. اینجا ببخشید اینترنت به هم ریخته و نمیشه کاری کرد. بله، تو دست ما اینترنت همینجور گوهه. بله میبینیم فنداک. انقدر اینترنت اینجا بده مجبور شدم برای شما بگیرم دیگه. لیون آندرس مسی و توی دروازه 1-1 مساوی. گیم باحالی داره مسی 96 این ترکیب. خیلی گیم باحالی داره. KDB یه پاس، اینور یه سانت. اشرف حکیمی اشتباه میکنه یا نه؟ اینور یک پاس عالی. ویکتور اوسیمن. بنزما هم که نوک داره، صورتی آبی امیرعلی اسمش چیه، یک پاس میده. پاس خوب نرم، ولی ما اگه اینترنتمون بود اونجا گل نمیخوردیم. اینجا یک پاس. وای، اینجا میتونه پاس بده، اشتباه نکنیم. اینجا یک پاس عالی. اینور یک پاس. KDB 85 که مال ترکیب این دوستمونی که بهم داد تا من گیم پلیش رو برای شما بگیرم. اینور ضربه خیلی بد از امیرعلی. اینور یک پاس خیلی عالی. هالند نشود. بابا خودم نشودم. بشید هالند میگن نشودید. اینجا یک سانترالی. بازی 1-1 هنوز. میبینم هالند و وای اینترنت اینجا انقدر بده که کسی گیم بزنه اینجا فکر کنم نتونه. اما بریم نیمه دوم براتون بگیریم و بیایم. بله اومدیم نیمه دوم داریم براتون میگیریم. اینجا یه پاس، همون 1-1
گیم پلی عالی داره این ترکیب. ویکتور اوسیمن بازیشو فوروارد کرده، همه رو به بالا کشونده، ما که حالت دفاعی داریم. اینور کورتوا موفق میشه توپو سیو کنه، دوباره خود کورتوا. و بعد کاری کردیم اشتباهی هولناک ما اینور هالند که اصلا سرعت 100 برای قشنگیه، ولی چیکار کنیم دیگه، سرعت 100 داره نمیرسه به بازیکنهای 80 یا 84 دفاع. اینور لیونل مسی رو میبینیم، مسی میرسه یا نه؟ نه نرسید. 1-1 مساویم هنوز. اینجا یک پاس، واقعا داره عالی پیش میره امیرعلی. یه سانتر، اینور یه پاس دادیم، اگه برسه لیونل مسی و تعویض کنیم دیگه. وای وای، هالند هم تو دفاع داره کمک میکنه، بذار فورواردشون اینور. حالا تعویضیامون هم انجام میخوایم بدیم. حمله کی رو بیاریم؟ تارمی. نوکو میبریم اینور کریستیانو رونالدو. اینور تونی کروس هم نه اینور کولیبالی رو میخوام براتون بیارم تو. اینور حالا تعویضا رو انجام میدیم. یک پاس عالی، فندایک. یه پاس، اینترنت. وای چقدر اینترنت گوهه، حالا اینور یه پاس میگیره، یه شوت زیبا توی دروازه. وینیسیوس جونیور 94 که الان 86ه، خامش 86ه. این وینیسیوس مال 2023 چه گل خوبی زد اینجا، بهترین گل. من انقدر سوزش بدم به این امیرعلی، فکر کرده کیه. اینور یه پاس، اینور پاس دادیم، یک پاس عالی. نه ریدیم بعدم ریدیم، اشتباه کردیم. میره که گلو بزنه امیرعلی به کورتوا. داره بهتر بازی میکنه این کورتوا. اینور یه سانتر، وای کورتوا گلو خوردیم و برای جبران کردنش خیلی دیره. این برای یه پاس، وای اشتباه کردم، وای اشتباه هولناک از من. چرا پاس دادم؟ چرا؟ بازی تموم شد فکر کنم، یا میره پنالتی ها. نه تموم شد. ممنونم، ساب کنید، ما رو دنبال کنید و بهترین بازیکنم شد فندایک من. لطفاً کانال ما رو ساب کنید و ممنون. خدا حافظ.